یه ریش تراش داریم. خب این ریش تراش رو برای تعویض باتریش که عوض میکردیم این LED روشن میموند. این LED روشن میموند و باعث میشد باتری زود شارژ تموم کنه. بررسی که انجام دادم دیدم یه آیسی مدار کنترل شارژش ولتاژ برمیگردونه تو مدار و خراب شده. شمارش هم LTH7 یا همون 4054. کرمون گشتم گیرم نیومد دیگه، از تو سایت پیدا کردم سفارش ندم. خب ولی یه تعداد سفارش دادم اومده، عوضش کردیم الان درست شده. ببینید میزنیم کلیدو، ریش تراش داره کار میکنه، موتورش چراغش روشن میشه. اینم باتری بهش وصله، LED روشن نمیشه. ولتاژ 5 ولت هم که بهش وصل کنیم این منفی از تغذیه 5 ولت دادم، اینم چراغ شارژش داره روشن میشه. اوکی قبراق. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. خداحافظ. ببندید.